هنرمند کلابیا که به نام آچیش دم برچی نیست و مرچی کس از ما افغان است مربوط کلابیا نمیشه و حق از این هم ندارین که شما انتقاد کنین مهاجری پدر نالت آدم ما وقتی را کلابی خطاب میکنم تو هم یخ کنه و از خوار مادرتم بی ناموس کلابی مهاجر افغان یک طرف بیرق کلاب دیگه طرف بیرق تاجیکستان زدی همین شما را چی به افغانستان ما افغان هستیم خاطر کلابیا و مقاومتگرا یک عمر افغان گفته دوز کجاست هم مقاومتگرا و کجاست هم کلابیا خو سلام به تمام تاجیکان عزیز گل. امی طالب خیر بسیار زیاد کلاب میگه، دان خدا کج میکنه. بالاخره نشد گفتم باش که بر شما کلاب نشان بتم. کلاب شهر تاجیکستان. به کلاب شهر تاجیکستان ببینین که چی یک شهر قشنگ و مقبول است. نه خاک میبینین اینجا، نه کدام سربریدن است، نه کدام انتحاری است، نه کدام واشیگری است، نه کدام غولگری است. مقبولی را سیل کو، زیبایی را سیل کو، تمدن را سیل کو. مرا خو می کلاب و کلابی بودن خو بسیار زیاد مرا خوشم آمده. شما را چطور؟ و یگان کس دان خدا کج میکنه و کلابی میگه، فقط که مثل او طرف مرز وارد در پشتونستان باشه که چتلی است، که خاک است، که گوست، که نسوار است، که واشیگری است. به خدا مرا خو بسیار خوش میشم و افتخار میکنم که مرا کس کلابی بگوید. و می تو طالب خیر که کلاب میگی، یک دفعه برو تحقیق کو که امی کلاب چی رقم است. او طالب خیر لوده کثیف بی فرهنگ.